خب سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. لیمو هستم. بریم این جم بنفشا رو به گا بدیم. اول بریم سراغ این کوستای جم بنفش. اینجا اولیش چیزه زده که 3 تا کیل بگیرین داخل رنگ، دومی هم زده داخل رنگ 2500 تا دمیج بدین، سومی هم زده یه دونه هدشات بزنین کلا، حالا فرقی نمیکنه. پنجمی هم زده 3 دست کلا رنگ پلی بدین، آخری هم زده که نیم ساعت کلا رنگ پلی بدین. از اینا دریافتش هم کنین دیگه. اینجا هم که زده کلا 5 دست اولد پیک پلی بدین، حالا میگم کدوم مپه دریافتشون کنن. اد نده دیگه وسط ویدیو. اینجا هم که 2 روز و 6 ساعت دیگه شروع میشه. کلا زده که چی گفته 3 تا اولی و کلا 15 دست شما باید بتل رنگ پلی بدین، 3 تا آخری هم 20 دست کلا سی اس رنگ باید پلی بدین تا کامل بگیرینش. این هم 3 تاییه که میاره دیگه. همین بود دیگه. اولد پیک هم این مپ است اینه. خب حالا بریم سراغش، جما به گا بدیم ببینیم چی میده بهمون. حالا خب کو گردونش. خب یه 259 تا اوکیه. 10 تایی بریم یه چند تا. خب بازم اولین یه لجند چیزی داد، در دلمون خوش به بعدی شب شده 2 روزه و 3 روزه 5 روزه بودن دیدم. این چند تا دیگه هم بزنیم بره. خب مونه 24 ساعته بگاه، همش بگاه، هیچی نمیده یعنی 2 بار سگ دادی دیگه گاهی دیگه. زنونه رو بدی ها، به والله اگه زنونه رو بدی فوش میدم. زنونه رو ندی ها بهش اد نده. تو رو خدا اون زنونه رو اصلا نزدیکش هم نشو. یه 10 تایی بزنی. خب تخمی، همش تخمی آقا. لاکیو خب الان 10 تا اسپین بزنم بازم هیچی نمیده. داشت اد نده گاییدی ما رو. خب بذار دونه ای بزنم دیگه، اگه بخواد بیلاخم بده یه چیزی بده. خب سگ گاییدی ناموسم، بکش بیرون از سگ. خب 7 تا دیگه بزن. سیکتی با کسکش 2 بار این کفش دادی. ما رو با کفش گاییدی. کلکسیون کفش میخوای بزنم. 2 تا دیگه کسکش. این اسکایبین رو که دائمی دارم. خب بازم دیگه چی مونده بزنیم دیگه. یه رایگان این برم بزنیم. حتی اینجا هم بیلاخ میده. کلا هرچی داد که بیلاخ بود، چیزی گیرمون نیومد از این بیلاخی ها. آره کلا این هم بود ویدیو. بذار این هم یه توضیح بدم. تقویم قسمت رمضان ایونت، این دومیه رمضان لیجند. میای شما تو این، البته وی پی ان هم میخواد، من وصلش نکردم. چالنج اینا داره، بعد اینا جایزه هاشه دیگه. بعد چند نفر رو تو اسکوادتون عضو کنین و فلان و اینا. خب این هم بود از ویدیوهای امروز. فعلا تا ویدیوهای بعدی.